در روزگاری دور پیرمردی ساده دلدل مهربان در روستایی گرم و خشک زندگی می‌کرد. روزی در حالی که آفتاب سوزان بر سرش میتابید، بیل به دست گرفت و به زمین خشک و ترک خورده رفت. با زحمت فراوان چاله‌ای کند و نهال کوچکی از خرما را در آن نشاند. دستانش پینه بسته بود، اما دلش پر از امید بود. رهگذری جوان که از آنجا می‌گذشت با تعجب ایستاد و گفت: پدر جان، تو که سال خورده‌ای به این نهال تا به بار بنشیند. سالها طول می‌کشد. تو که دیگر از میوه‌اش بهره‌ای نمیبری، پس چرا این همه زحمت؟ پیرمرد لبخندی زد، عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت: پسرم، درختانی که امروز از سایشان بهره میبری و از میوهشان میخوری، کسانی کاشتند که شاید هرگز طعم میوهشان را نچشیدند. من هم این نهال را برای آیندگان میکارم. شاید روزی کودکی زیر سایه‌اش بنشیند و بگوید خدایش بیامرزد کسی را که این درخت را کاشت. جوان لحظه ای سکوت کرد. نگاهش به دستان خاکی پیرمرد افتاد و دلش لرزید. با احترام سر فرود آورد و گفت: تو به راستی مرد بزرگی هستی. کاش همه ما چنین میاندیشیدیم. اگه این داستان برات الهام بخش بود، سابسکرایب یادت نره. با لایک و کامنت تو قصه های پندوک با دلگرمی بیشتری ادامه پیدا میکنن. برسی که همراه مایی.